سلام بچه ها، ما اومدیم اینجا یکی از فریای خیابون آتاتورک توی شهر فتیه. اومدیم اینجا ماهی بخوریم. یه جایی داره به اسم فیش مارکت. یه فیلم میگیرم براتون، بعدش هم لوکیشنش رو براتون میذارم که ببینید. جای خوبیه، ماهی تازه داره، میتونیم ماهی ها رو، هر ماهی رو که بخوای سفارش بدی همون ماهی رو برات برمیداره میبره درست میکنه، تازه میذاره جلو. همینطوری که بهتون گفتم اینجا فیش مارکته. اینجا هم عطاریه. ببینید اینجا همش ماهی و میگو داره. میز صندلی هم گذاشتن. بعد الان باید بریم اونجا ماهی ها رو ببینیم، انتخاب کنیم، بگیم کدومشو میخوایم. ببینید ماهی ها رو، چه ماهی های تازه ای. این فکر کنم لیوریج باشه که خیلی خوشمزه است. فکر کنم البته حالا باید. مرحبا. ما از اینجا خرید کردیم قبلا. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun Hoş yardımcı olun. bulduk. Buradan mı yiyeceksiniz? Merhaba. 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 Buyurun. I want to say something. I don't want to hustle. For shrimp. Shrimp. Yes, please. Yes, and one fish. One fish, please. This one. Yes. What's the name of this fish? Rock sea bass. Rock sea bass. Rock sea bass. Yes. Roxy You Bass. like it? I am rings. I am cut. You try this best. اینجا فروشگاهشونه. اینجا ماهی‌های مختلف ما سفارش دادیم. از این ماهیه که گفت مال عمق دریاست، خیلی خوشمزه است. این که همون لبرکه که بهتون گفتم اون موقع درست کردم، خیلی خوشمزه است. اینم چوپرا. اینم خیلی خوشمزه است، خوبه، ولی به ما گفت این خیلی دبست، این دیگه بهترینه. بعدش این که اینجا رستورانشونه، یعنی ما خریدیم این ماهی ها رو، گفت که باید بخرید پولش رو بدید ما بدیم به رستوران همین الان براتون درست کنن، بعد اینجا بشینیم و بخوریم، جای همتون خالیه. ما برای خودمون یه میز انتخاب کردیم که بشینیم اینجا. ما ماهیمون رو انتخاب کردیم. آقا هی به ما میگه که اگه استارتر میخواین انتخاب کنید، که ما هیچی نمیخوایم از این چیزا. من اصلا نگاه میکنم خوشم نمیاد از این چیزا، ولی اون ماهی تازه‌اش خیلی خوب بود که برامون درست کنه. الان دیگه گفت براتون درست میکنم میارم. اینم که دسرشه. خب این کالاماریه، آماده شده برامون آورده. یه دونه گرفتیم، یه دونه هم بهمون گفتش که پرزنت میذارم براتون. همونه؟ یه دوتاست. چه میدونم. خب بچه این کالاماری خیلی خوشمزه است. اگه موقعیتش قرار گرفتین حتما بخورید، خیلی خوشمزه. میگو هم برامون آوردن. شریمپ این شکلی درستش کرده با سس، گفت این سس مخصوص چیلی و سیر. حالا بخوریم ببینیم چجوریه. من اینو با سسش هم که خوردم، سیر داره، با فکر کنم شیوید باشه. بزنه خیلی خوشمزه بود. این هم نونی که آورده برامون با نمکه. بچه نونش هم داغه، همه چیش تازه است اینجا. Thank you. اینم از ماهی ما. ببینید بچه تموم شد. این سسش انقدر خوشمزه بود، سس این میگوه خیلی خوشمزه بود. کالاماری هم عالی بود، با این دیپش واقعا مچ بود، خیلی خوشمزه بود. اینم قسمت این گربه که اومده، کلی هم داره. کوشش گربه کجا رفت؟ بازار ماهی ها رفتی یه ماهی پیدا کرده. عزیز دلم بخور.
یوزه کالاماری ماهی نیست، مثلا این مثل اینکه میگوه یا چه میدونم اون خرچنگه. کالاماری هم خودش یه موجود دریاییه. اینجوری میگه. ما حالا دیگه میخوایم برگردیم. این آقاه فکر کرد که ما تازه اومدیم، به ما thank you به ما خوش آمد گفت، اما بهش گفتیم که ما میخوایم تازه برگردیم، ما ماهی خوردیم میخوایم برگردیم. نه اینجا خیلی خوشگله، خیلی خوش با منظر.